السلام علیکم بیننده های عزیز و ارجمند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظورتان می‌گردد. حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات مربوطه برای واردات و تأمین داروهای ضد ویروسی که برای تبابتی سریع بیماری سیرایتی کرونا ویروس ضرور است، تمام تدبیرها را عملی می‌نماید و سالمی جامعه را در محور سیاست خود قرار داده است. این است که از جانب خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و جمعیت دارای مسئولیت محدود صفت فرما به مقدار 20 تن مواد داروباری به مملکت وارد گردید. همکاران ما موضوع را پیگیری کردند. با نظرداشت پهنشوی پاندمیای کووید 19 در جهان قریب 6 ماه است که وضعیت در کشورهای دنیا بسیار حساس گردیده است و متاسفانه طی چند روز اخیر میان اهالی تاجیکستان اوید به کمچین گردیدن مواد داروباری در داروخانه‌ها سر و صداها زیاد شدند. طوری قبلا از خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی اطلاع داده بودند که مسئله کمچینی داروباری مشکلی دو سه روزه است و حقیقتا امروز از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود صفت فرما به مقدار 105 نامگو داروباری که 20 تن را تشکیل می‌دهد از فدراسیای روسیه به جمهوری تاجیکستان وارد گردید. در دایره دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برای تبابت بیماری کووید 19 امروز از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود صفت فرما و جمهوری از فدراسیای روسیه 105 نامگو مواد داروباری از آن جمله آنتیبیوتیک ها و موادهای داروباری ضد ویروسی با جمهوری وارد گشت که این 20 تن مواد تشکیل می‌دهد. امروز از طرف شرکت مواد دارو وارد گردید. از پاگو سرکرده دیگر شرکت‌های فارماسیوتی اقدام گرفتند که موادهای داروباری و هم می‌دارد به ولایت سوخ و شهر دوشنبه. مواد داروباری وارد گردیده بیشتر داروهای ضد ویروسی ارگافرون، ازیترومیسین، کلیداویر، سیکلافرون، اربیدول، کاگاتسل، لیوفلوکساسین، ریباویرین بوده در انبارها ذخیره گردانیده شدند که از فردا به فیلیال‌های صفت فرما تقسیمات کرده می شود. قید کردن ضرور است که قبلا داروباری و مولهای طبی در مدتی از 4 تا 6 روز به مملکت وارد می شد، ولی با سبب پهنشوی سیرایت کرونا ویروس کووید 19 و وضع به عمل آمده در کشورها و راههای ترانزیتی این مهلت تا 20 روز را در بر میگیرد. از خدمات نظارتی مربوطه اطلاع داده شد که روزهای نزدیکترین مقدار زیادی مواد داروباری ضد ویروسی که این شب و روز نیاز اهالی به آن بیشتر گردیده است از جانب دیگر شرکت‌های داروباری کننده و مملکت وارد می‌گردد. از همین موادهای داروباری وارد گردیده نصف این مواد داروباری با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تقسیم کرده می‌شود. از طرف وزارت کمیسیای با صلاحیت و بیمارخانه‌های جمهوری تاجیکستان تقسیم کرده با بیماران داده می‌شوند. باید فراموش نکرد که حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات‌های مربوطه تمام تلاش‌ها را بهر تأمین بیماران با داروباری، خدمت‌رسانی‌های بلند طبی و سالمگردانی اهالی عملی نموده ایستاده است تا مردم تاجیکستان زندگی سالم و آسایشته داشته باشند. زلفیه رحیم‌زاده، بهادر استم، عبیدالله سیولی، اخبار. با مقصد باز هم بهتر نمودن وضع خدمت‌رسانی طبی به اهالی در زمینه تدبیرهای بهداشتی که از جانب راهبریت دولت و حکومت مملکت امروز عملی می‌گردد، همزمان از جانب شخصان سخاوتمند نیز عملهای خیر و ثواب انجام داده می‌شود. در پیروی از اقدام و تشبس‌های بشردوستانه پیشوای ملت محترم مومنی رحمان که در مرحله دشوار و مرکب برای مردم تاجیک انجام می‌دهند، صاحبکار وطنی شمس‌الله صاحبوف با تشبس شایسته تحت عنوان شفا و همدلی کاروان کمک خیر تشکیل کرده به مؤسسه‌های طبی 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان لوازمات طبی از جمله مواد گوناگون داروباری، لباس‌های طبی محافظتی، عینک‌های طبی محافظتی، دستپوشک‌ها، نقاب‌های طبی، خلعت‌ها، موادهای آنتیسپتیکی، موادهای پاککاری و تمیزگردانی و غیره در مجموع زیاده از 200,000 بسته رایگان دسترس نمودند. گزارش خبرنگاران ما. همدلی و متحدی و سخاوتمندی و همت بلندی در زمانی که جهان را پاندمیای کووید 19 تهدید می‌نماید برای جامعه تاجیکستان نهایت عملهای مهم به حساب می‌روند و در همین شرایط ما را وادار می‌سازد که چون هر وقت با همدیگر سرجم و متحد و یک دل و هممران باشیم و ارزش‌های عالی وطنداری و انسانی را قدر کرده ارج گذاریم.
دستگیری نمودن بیماران و نیازمندان و طبیبان و کارمندان گوناگون ساحه طب در این روزهایی که جهان را سراسر بیماری سرایتی کرونا ویروس فرا گرفته است از عملهای نیکوکاری و ثواب ارزیابی می شود. زیرا از فضیلت‌های اساسی فرد سالم این عزت و احترام، نیکوکاری، تقویت روابط بین انسانها، عیادت بیماران، دست کمک رسانیدن به نیازمندان و تربیت درست هر یک اعضای جامعه می باشد که در دین مبین اسلام نیز تاکید می گردد. در پرتو همین فضیلت‌های نکوی انسانی با اقدام و تشبث خیرخواهانه صاحبکار وطنی شمس‌الله صاحبوف با 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان مواد دارویی و لوازمات ضروری که به همه منطقه‌های مملکت نهایت ضرورند کمک رسانده شد. این عمل شایسته صاحبکار وطنی شمس‌الله صاحبوف از دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دایره اقدام و تشبث‌های بشردوستانه سرور دولت که همیشه در همه روزهای مشکل با مردم تاجیکستانند و پیوسته اظهار امیدواری می‌نماید که در این کار خیر صاحبکاران باننگ و ناموس تاجیک و دیگر شخصان وطن دوست و سخاوت پیشه مثل هر وقت پیش صف و نمونه می‌گردند سرچشمه می‌گیرد. صاحبکاران وطنی ما چقدر اقدام نیک را گرفتند که این در ماه شریف رمضان خیلی کار خوب و خیرخواهی است و بزرگان ما فرمودند که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. البته من فکر میکنم که این اقدام نیکی انسان دوستانه را خیرخواهانه را صاحبکاران دیگری وطنی ما نیز دستگیری میکنند و باید خیلی کرد که تنها اهلانه دست جمعانه و در یک جایگی ما میتونیم هرچی تیزتر از این وضعیت دشوار بیرون براییم. در این مرحله دشوار و مرکب برای مردم تاجیک این صاحبکار وطنی با تشبث و شایسته دستگیری و تحسین خود تحت عنوان شفا و همدلی کاروان کمک خیر تشکیل نموده دل صدها دردمندان و احتیاجمندان و طبیبان و دیگر کارمندان ساحه طب 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان را شاد گرداند و بار دیگر ثابت نمود که جوانمردان صاحبکار تاجیک نیز ننگ و ناموس بلند وطنداری دارند و از هر تشبث اقدام‌های پیشوای ملت را دستگیری می‌نمایند و دستور و سپارش‌های راهبریت دولت و حکومت مملکت را سری وقت اجرا می‌نمایند. شکر می‌کنیم که فرزندان باور و ناموس کشور هستند که برای بهداشت سالمی ملت جدی تلاش دارند. اون دستور سپارش‌هایی که از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام رحمان شده است سرمایه‌گذاری کار خود نموده برای بلند برداشتن عامل‌هایی که مثال برای پیشگیری کرونا ویروس مواجه ما فخر از آن می‌کنیم که شمس‌الله صاحب در مکتب ما خوانده است و ما خوانندگان و کل آموزگاران از این روحیه بلند گرفته با خوانندگان را با در روحی بلندی و تندرستی خویشتن‌شناسی خودآگاهی ملی تربیت نموده با برای آبادانی کشور خودم و سرمایه خودم می‌گذاریم. در این ماه خیر و سخاوت ماه شریف رمضان صاحبکار وطنی بهر دست کمک رسانیدن به ساکنان ولایت ختلان که در بیمارخانه‌های مؤسسه‌های طبی بستری گردیدند در واقع اقدام شایسته و انسان دوستانه انجام دادند که نمونه عبرت و شایسته دستگیری میباشد. طور تاکید گردید این اقدام تحت عنوان شفا و همدلی انجام داده شد و در دایره آن به مؤسسه‌های تندرستی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان لوازمات طبی از جمله مواد گوناگون دارویی، لباس‌های طبی محافظتی، عینک‌های طبی محافظتی، دستپوشک‌ها، نقاب‌های طبی، خلعت‌ها، موادهای آنتیسپتیکی، موادهای پاککاری و تمیزکاری و غیره در مجموع زیاده از 200,000 بسته پوره به طریق رایگان تأمین کرده شد. ما همچون طبیب وعده می‌دهیم که دوچند با خلق بوستانی شهری بختر خدمت رسونده امروز ما با صاحبکار وطنی شمس‌الله صاحبوف منتداری خود را اظهار می‌نماییم. دیگر صاحبکارای وطنی هم از شخص وطن دوست جوان مرده که امروز به همه قینگری‌ها نگاه نکرده با ما کمک یاردم کرده استودند دیگران عبرت بگیرند و با مردم ولایت ختلان و سهم خودشون را گذرانند. تشبث انسان دوستانه و اقدام‌های وطن دوستانه صاحبکار در شرایط دامن‌پهن نمودن پاندمیای کرونا ویروس در مقیاس عالم و احتیاج واقعی ساحه تندرستی ولایت ضرور و سری وقتی بوده. این کمک‌ها به نیازمندان، بیماران و طبیبان پیش بینی شده است
و بیانگر بهترین ارزش‌های انسانی به حساب می‌رود. همت بلندی و جوانمردی شخص هم در همین ظاهر می‌گردد که انسان دوست و نکوکار باشد و برابر امکانیت همیشه کارهای خیر و ثواب انجام دهد و دستگیر و مددگار احتیاجمندان و دردمندان باشد. با این اقدام صاحبکار وطن دوست و همت بلند ارزش‌های عالی انسانی قدر گردیده هزارها نفر از هموطنانمان به دارواری و لوازمات طبی که در این دوره نهایت مهم میباشند دستگیری پیدا نمودند. در برابر این اقدام بشردوستانه صاحبکار عمل ارزشمند به حساب می رود که امروزها در جمهوری تاجیکستان بهر حفظ سالمی جامعه انجام داده می شود تا دردمندان و طبیبان قهرمان تاجیک درک نمایند که در این شب و روزهای مشکل راهبریت دولت و حکومت جمهوری و همین گونه جوانمردان سخاوتمند تاجیک در پهلویشان می باشند و همیشه آماده کمک و دستگیریشان می باشند. ما دختران در چنین شرایطی به عمل آمده تنهایی خویش را هیچ وقت حس نکردیم. در زیر سیاست پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی جناب عالی محترم امام علی رحمان دستگیری به واسطه به دخترانی که شبانه روز در خدمت خلق هستند حس کرده می شود. ما دختران طبیبان تنها نیستیم. چنانچه به همگان معلوم است امروز در زیر عنوان شفا و همدلی یک جای آمدیم و امروز آن دستگیری صاحبکار وطنی شمس‌الله صاحبوف که برای دستگیری تبابت بیماران گرفتار کرونا ویروس هستند ما حس کرده ایم. تصمیم گرفته ایم که برای جان هر یک شخص بیمار امروز شب نگفته روز نگفته مهنت کوشش کنیم تا که خلق تاجیکستان ما خلق عزیز ما صحت و سلامت باشد. باوری کامل دارم با دستگیری خلق عزیزم، با دستگیری چنین صاحبکاران وطن دوست نیکدل پاکسریشت ما با این بیماری غالبیت به دست میاریم و انشالله به روزهای نیک میرسیم. در واقع در این روزهای مشکل ما باید دست یکدیگر را گیریم، کمک و غمخواری به یتیمان و میوبان، شخصان نیازمند و بی‌سرابان و عائله‌های کمبضاعت را فراموش نسازیم. مخصوصا در این شب و روزها همت بلند باشیم، عملهای خیر و ثواب و احسانکاری را بیشتر نماییم. همچنین ما باید طبیبان را که امروزها برای سلامتی مردم شبانه روزی زحمت کشیده ایستاده اند دستگیری نماییم و دردمندان را برای شفایابی روح بلند گردانیم. کاروان کمک صاحبکار که به 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان تحت عنوان شفا و همدلی دسترس کرده شد در واقع هر یک صاحبکار و شخصان دیگری توانمند را وادار می‌سازد که دستگیر و مددگار دردمندان و احتیاجمندان و طبیبان و کارمندان گوناگون ساحه طب باشند، زیرا که این روزهای مشکل روز می‌گذرند و جوانمردی و همت بلندی و انسان دوستی و نکوکاری ابدی میماند. از مؤسسه‌های طبی شهر خاروغ نیز شماره از طبابت یافتگان به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. واقعا هم امروز طبیبان با تلاش‌های پیگیرانه در درمانگاه‌ها به طور شبانه روزی فعالیت نموده برای سریع وقت رسانیدن کمک طبی به بیماران و هرچی زودتر شفا یافتن آنها کوشش به خرج می‌دهند. گزارش خبرنگاران ما. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در همکاری با ریاست تندرستی ولایت فعالیت را پرزور نموده چاره‌های تأخیرناپذیر را در این سمت اندیشیده عملی نموده ایستادند. در این راستا امروز 9 نفر شفا یافته از بیمارخانه ولایتی به خانه‌هایشان رخصت کرده شدند که طبق اطلاع مسئولین تا به امروز 42 نفر معالجه یافتند و به نزد خویش و پیوندانشان جواب داده شدند. به خاطر پیشگیری از بیماری و دست مدد رساندن به بیماران و نیازمندان محله‌های شهر خاروغ اقدام شایسته را پیش گرفته رئیس بیماران را با غذای گرم و کمک یک وقته تامین می‌نمایند. نوابسته از آن که در جمهوری تاجیکستان و من جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان این بیماری به قید گرفته شده است، لیکن خلال سفیدان کسلخانه ولایتی بهر پیشگیری آن از تمام امکانیت‌ها کار گرفته مریضان را سری وقت از بیماری نجات می‌بخشند. خوشبختانه در این روند تا هنوز حالت فوت به قید گرفته نشده است. بیمارخانه ولایتی طی سالهای صاحب استقلالی با دستگاه و تجهیزات معاصر طبی تامین بوده. طبیبان سبکدست و صاحب تجربه در خدمت ساکنان مرکز ولایت شهر خاروغ قرار دارند. از 4 ماه تا امروز ما زیاده 42 نفرش طبابت و شفا یافتن جواب دادیم. وضع امروزه بیمارخانه ولایتی معتدل است.
و حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد بهتر نمودن وضع امروزه بیمارخانه ولایتی هم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان هم از طرف مقامات حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان و بدخشان هم از طرف شریکان رشد و هم از طرف دیگر سخاوتمندان به بیمارخانه ولایتی بسیار اردم کلان رسیده ایستادند. مریضانی که امروز از بیمارخانه جواب داده شدند در نوبت خود اظهار منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و ساکنان سخاوت پیشه ولایت مختار کوهستان بدخشان عرضه می‌نمایند که در این روزهای سخت و سنگین به سر مردم آمده آنها را دستگیری نمودند و تبابت رایگان رسانیدند. این عمل نیک طبیبان که بر ضد این بیماری به طور شبانه روزی در مؤسسه‌های ساحه تندرستی کشور کار میبرند باعث افتخار بزرگ میباشد. طی 9 روز است که در بیمارخانه ولایتی از بیماری شدید التهاب شش از طرف دکتران بیمارخانه تبابت یافتم. من صدقاً با کمال احترام و تمام کارمندان این بیمارخانه که امروز شب را شب نگفته روز روز نگفته در خدمت مردم قهرمانانه خدمت کرده ایستادند، تشکر بی‌پایان خود را از نام اون مریضانی که امروز تبابت یافتند و اون مریضانی که امروز در بیمارستان شفا یافته ایستادند، من تشکر بی‌پایان خود را و این کل طبیبان بدخشان و تاجیکستان میرسانم. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان باید در این روزهای وزنین به تهلکه نیفتاده پیوسته از توصیه طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی کار گرفته بی ضرورت از خانه‌هایشان به بیرون نبرایند و مشکلات طبیبان را بازم افزون نسازند. در اساس دستور و سفارش‌های راهبریت شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری بیماری‌های سرایتی و تأمین سالمی جامعه در پایتخت تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. بی‌ضررگردانی جایهای جمعی شوی آدمان، مکتب و مؤسسه کوچه و خیابان با شمول ایستگاه‌های نقلیاتی و منطقه‌های اهالی‌نشین از جمله همین گونه تدبیرهایی است که پیوسته در پایتخت مملکت عملی می‌گردند. خبرنگاران ما گزارش می‌دهند. هر کوچه و پس کوچه رو و درآمد بیناهای استقامتی با دقت از نظر گذرانیده می شود و تا 2 مراتبه هم با معلول مخصوص به ضرر گردانیده می شود. به خاطر نیست کردن انگیزنده های بیماری دقت اولین درجه به صفت کار داده می شود. گروهی که برای انجام تدبیر مذکور سفر برگردیدند الکی بیشتر از 1 ماه است که تجربه خوب دارند و میدانند که منطقه های اهالی نشین و سرادم باید همگانی برکار کرده شوند. به همین شکل در سراسر پایتخت کشور شهر دوشنبه دزینفکسیون کوچه و محله خیابان و گوگشت و سن استقامتی و داخلی بلند آشیانه ها گذرانیده می شود. رفتی کارها زیر نظارت به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قرار داشته در دایره دستور شهرداری همه روزه چنین چاره‌بینی‌های بهداشتی پرزور کرده می شود. مثلا دیروز در 20 محله 53 کوچه 329 بینای بلند آشیانه استقامتی 226 خانه زمینی 23 کارخانه و مؤسسه و به همین گونه مرکزهای سودا و سلامتی و میدانچه‌های ورزشی کارها سامان یافتند و امروز باشد برای بیشتر کردن نشانداد مذکور و فراختر نمودن دامن کارهای دزینفکسیونی چاره‌ها جانب کرده شدند. علل خصوص شماره بیشتر تکنیکای مخصوصی معلول پوشانده برای بی‌ضررگردانی کوچه‌های نسبتاً کلان گرد و اطراف بیناهای استقامتی و راه‌های ماشینگرد افزایش داده شد. برای انجام این کار نقلیات ساحوی خدمات دولتی آتش نشانی شهر دوشنبه دسته تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی مملکت و شرکت‌های بی‌ضررگردانی جلب گردیدند. در این برابر همچنین شرکت فوز باشد در حدود نویه اسماعیل سامانی در کوچه زرگر محله‌های فردوسی عمر خیام گرد و نوایی باغی ایرم کارهای بی‌ضررگردانی را سامان دادند. با استفاده از محلول خلوردار که قابلیت نیست کردن انگیزنده های بیماری سرایتی را دارد حدود محله های پایتخت به ضرر گردانیده شدند. نقلیات گوناگون حجم که امکانیت وسیع انجام چنین کارها را دارند سفربر گردیده موضع هایی که امکانیت رفت و آمد نقلیات را ندارند در آنجا کارهای به ضرر گردانی با قوه هیئت شخصی سامان داده شد. با استفاده از تجهیزات کاری حدود بیناهای استقامتی نیز با محلول کار گردیده درآمدگاه ها میدانچه های ورزشی صحبتکده ها پر به ضرر گردانیده شدند. باید تذکر داد که یکی از راه‌های مؤثر پیشگیری خروج بیماری‌های سرایتی سامان دادن چنین تدبیرهای بی‌ضررگردانی بوده از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر دوشنبه همگی این چاره‌بینی‌ها به خاطر حفظ سالمی اهالی راه ندادن به پنجشنبه بیماری‌های سرایتی خصوصا بیماری سرایتی کووید 19 که باعث تشویش جامعه جهانی گشته است پیاده گردیده است. متخصصان میگویند که در حالی که حفظ سالمی با مسئله رقم 1 سیاره تبدیل یافته است گذراندن چنین عملیات‌های دامنه‌دار بی‌ضررگردانی از جانب شهرداری می‌تواند در کاهش بیماری‌های سرایتی
نقش اساسی را بازیده سالمی جامعه را حفظ نماید. با назардошти он ки пешгирӣ беҳтар аз табобат махсусан барои бемориҳои сироятӣ мебошад, риояи ҳолатҳои санитарӣ ва безараргардонӣ имкон медиҳад ки муҳити зист тозаву пок ва аз ҳар гуна вирусу бемориҳои хавфноки сироятӣ эмин нигоҳ дошта шавад. гузориши хабарнигорони мо. дар шаҳри панҷакент низ ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ хоса коронавируси нав биноҳои маъмурии ташкилоту идора ва муассисаҳои гуногун инчунин марказҳои хизматрасонию маишӣ кӯчаву хиёбон ва боғу гулгаштҳои фароғатӣ безарар карда шуданд. барои анҷоми корҳои безараргардонӣ техникаҳои зарурӣ аз ҷониби хадамоти давлатии сӯхторхомӯшкунӣ ва муассисаи хизматрасонии коммуналии шаҳр сафарбар карда шуд. дар ин доира кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри панҷакент бо истифода аз хока ва маҳлулҳои безараркунанда тавонистанд ҳар як кӯчаву хиёбон дохилу долон ва роҳравҳои ташкилоту идора ва дигар иншооти мавҷудаи ҳудуди шаҳрро тамиз гардонанд. имрӯз бори шашум аст ки дар ҳудуди шаҳру деҳоти панҷакент бо омодагии зиёда аз 10 адад техника ва 20 нафар кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии панҷакент бо ҳамроҳии кормандони хадамоти оташфишонии шаҳри панҷакент корҳои безараргардонӣ гузаронда шуда истодааст. техникаҳои сафарбар кардашуда дорои иқтидори зарурӣ ва фишори баланд буданд ки ин омил барои нафарони иҷрокунанда имкон дод ҳар як нуқтаро безарар кунанд. анҷоми чунин корҳо ба хотири таъмини бехатарӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии коронавируси нав ва ё COVID-19 ба роҳ монда шудаанд. масъулони соҳаи тандурустии шаҳри панҷакент иброз медоранд ки корҳои безараргардонӣ аз тарафи сохторҳои вобаста ҳамарӯза ба роҳ монда мешаванд. вале бо вуҷуди ин шаҳрвандонро зарур аст аз эҳтиёт кор гирифта беҳуда ба кӯча набароянд, дар сурати зарурӣ аз ниқоб истифода бурда ҳамчунин шустани дастро бо собун ва тозакориро бо маҳлулҳои безараркунанда дар хона ва ҷои кор аз хотир набароранд. садриддин сироҷдин, фарҳоди раҳмат аз шаҳри панҷакент барои барномаи ахбор. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайртан сиҳату хонаобод бошед.